تمن تمان اینی منصور سهیل دری حسابداری و مالیات. ما متخصصان مالیاتی غیر مقیم مستقر در تورنتو کانادا هستیم. مالیات بخش 216 غیر مقیم کانادا، آنچه باید بدانید. اگر شما یک غیر مقیم کانادا هستید و دارای ملکی در کانادا هستید، ممکن است مشمول مالیات بخش 216 باشید. این مالیات به طور خاص طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که افراد غیر مقیم سهم عادلانه خود را از مالیات بر درآمد اجاره‌ای که از املاک کانادا دریافت می‌کنند، پرداخت می‌کنند. عدم رعایت مقررات مالیاتی بخش 216 می‌تواند منجر به جریمه‌ها و هزینه‌های بهره شود. بنابراین مهم است که تعهدات خود را به عنوان یک مالک ملک غیر مقیم درک کنید. طبق بخش 216 قانون مالیات بر درآمد کانادا، افراد غیر مقیمی که دارای املاک اجاره‌ای در کانادا هستند، موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از اجاره هستند. نرخ مالیات به طور کلی 25% از درآمد ناخالص اجاره است. اگرچه برخی از کسرها و معافیت‌ها ممکن است اعمال شود. توجه به این نکته ضروری است که حتی اگر از ملک اجاره خود سودی نبرید، شما همچنان ملزم به پرداخت مالیات بر درآمدی هستید که دریافت می‌کنید. درک مالیات بخش 216 غیر مقیم کانادا. به عنوان یک غیر مقیم کانادا، ممکن است مشمول مالیات بخش 216 غیر مقیم باشید. این مالیات برای افراد غیر مقیمی اعمال می شود که دارای ملک اجاره‌ای در کانادا هستند و از آن درآمد اجاره‌ای کسب می کنند. هدف از بخش 216 مالیات این است که اطمینان حاصل شود که افراد غیر مقیم سهم عادلانه خود را از مالیات بر درآمد اجاره‌ای که در کانادا به دست می آورند پرداخت می کنند. توجه به این نکته مهم است که این مالیات علاوه بر مالیات‌هایی است که ممکن است در کشور خود بدهکار باشید. مالیات بخش 216 بر اساس درآمد خالص اجاره شما در کانادا محاسبه می شود. شما مجاز به کسر برخی از هزینه‌های مربوط به ملک اجاره هستید. مانند مالیات بر دارایی، هزینه‌های نگهداری و بهره وام مسکن. مبلغ باقی مانده مشمول نرخ مالیات ثابت 25% است. برای پرداخت مالیات بخش 216 باید اظهارنامه مالیات بر درآمد کانادا را تا 30 ژوئن سال بعد ارائه دهید. همچنین ممکن است از شما خواسته شود که مالیات 3 ماهه را در طول سال پرداخت کنید. نگهداری سوابق دقیق از کلیه درآمدها و هزینه‌های اجاره مربوط به ملک مهم است. و همچنین هر گونه مالیات پرداخت شده در کانادا و کشور شما. این به شما کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنید که بدهی مالیاتی خود را به طور دقیق محاسبه کرده و از هر گونه جریمه یا جریمه جلوگیری می‌کنید. به طور خلاصه، اگر شما غیر مقیم کانادا هستید و دارای ملک اجاره‌ای در این کشور هستید، ممکن است مشمول مالیات بخش 216 غیر مقیم باشید. این مالیات بر اساس درآمد خالص اجاره‌ای که در کانادا به دست آورده‌اید محاسبه می‌شود و علاوه بر مالیات‌های بدهکار در کشورتان است. برای اطمینان از انطباق، مهم است که سوابق دقیق داشته باشید و اظهارنامه مالیات بر درآمد کانادایی خود را در مهلت مقرر ثبت کنید. معیارهای واجد شرایط بودن. غیر مقیم کیست؟ برای واجد شرایط بودن برای مالیات بخش 216 غیر مقیم کانادا. برای اهداف مالیاتی باید غیر مقیم کانادا باشید. این به این معنی است که شما در کانادا زندگی نمی کنید یا روابط مسکونی قابل توجهی با کانادا ندارید. آژانس درآمد کانادا کرا غیر مقیم را کسی تعریف می کند که خانه دائمی در کانادا ندارد. 183 روز یا بیشتر در سال در کانادا نمی ماند. طبق معاهده مالیاتی مقیم کانادا محسوب نمی شود. اگر شما غیر مقیم کانادا هستید، اگر درآمد اجاره‌ای از ملک کانادایی کسب کنید، ممکن است مشمول مالیات بخش 216 شوید. واجد شرایط بودن درآمد اجاره. اگر از یک ملک کانادایی درآمد اجاره کسب می‌کنید، ممکن است واجد شرایط مالیات بخش 216 غیر مقیم باشید. این مالیات برای اطمینان از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره کانادایی توسط افراد غیر مقیم طراحی شده است. برای واجد شرایط بودن برای مالیات بخش 216 باید معیارهای زیر را داشته باشید. شما باید از یک ملک کانادایی درآمد اجاره کسب کرده باشید.
ملک باید در کانادا واقع شود. شما باید هزینه‌های مربوط به ملک مانند مالیات بر دارایی و هزینه‌های نگهداری را پرداخت کرده باشید. باید اظهارنامه مالیاتی کانادایی را برای سال مورد نظر ارسال کرده باشید. اگر این معیارها را دارید، ممکن است واجد شرایط مالیات بخش 216 غیر مقیم باشید. توجه به این نکته ضروری است که نرخ مالیات برای افراد غیر مقیم به طور کلی بالاتر از نرخ مالیات برای ساکنان کانادا است. علاوه بر این، افراد غیر مقیم ممکن است مشمول مالیات کسر بر درآمد اجاره خود شوند. به طور کلی، اگر شما غیر مقیم کانادا هستید و درآمد اجاره‌ای از ملک کانادایی کسب می‌کنید، ممکن است مشمول مالیات بخش 216 باشید. مهم است که با یک متخصص مالیات مشورت کنید تا مطمئن شوید که تمام معیارهای واجد شرایط بودن را دارید و مبلغ صحیح مالیات را پرداخت می‌کنید. فرایند تشکیل پرونده. به عنوان یک غیر مقیم کانادا، شما باید یک اظهارنامه مالیاتی بخش 216 را برای گزارش درآمد اجاره به دست آمده از املاک کانادا ارائه دهید. در اینجا چیزی است که باید در مورد فرایند تشکیل پرونده بدانید. دریافت فرم‌های نر 4. اولین گام برای ارسال اظهارنامه مالیاتی بخش 216. دریافت فرم‌های نر 4 از مستاجران کانادایی یا شرکت مدیریت املاک است. این فرم‌ها درآمد ناخالص اجاره‌ای که در طول سال به شما پرداخت شده و همچنین هر گونه مالیات کسر شده را گزارش می‌کنند. مهلت‌های تشکیل پرونده. آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بخش 216 شما 30 ژوئن سال بعد است. با این حال، اگر مالیات بدهکار هستید، باید آنها را تا 30 آوریل بپردازید تا از هزینه‌های بهره جلوگیری کنید. جریمه‌های تأخیر در تشکیل پرونده. اگر نتوانید اظهارنامه مالیاتی بخش 216 خود را تا مهلت 30 ژوئن تسلیم کنید، ممکن است مشمول جریمه‌ها و هزینه‌های بهره باشید. جریمه تأخیر در تشکیل پرونده 5% از مانده بدهی است. به علاوه 1% اضافی برای هر ماه که بازگشت با تأخیر انجام می شود، حداکثر تا 12 ماه. در پایان، مهم است که به عنوان یک فرد غیر مقیم کانادا از تعهدات مالیاتی بخش 216 خود پیروی کنید. با دریافت فرم‌های نر 4، تشکیل پرونده به موقع و پرداخت هر گونه مالیات بدهی در مهلت مقرر، شما می توانید از مجازات اجتناب کنید و از رعایت قوانین مالیاتی کانادا اطمینان حاصل کنید. کسر مالیات. به عنوان یک مالک ملک غیر مقیم در کانادا، ممکن است واجد شرایط کسر مالیات خاصی باشید که میتونه به کاهش بدهی مالیاتی شما طبق بخش 216 کمک کنه. هزینه‌های ملک. می توانید هزینه‌های مربوط به نگهداری و نگهداری ملک اجاره خود را به عنوان کسر در اظهارنامه مالیاتی خود مطالبه کنید. این هزینه‌ها می تواند شامل موارد زیر باشد: مالیات بر مستغلات، حق بیمه، هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، خدمات آب و برق اگر توسط شما و نه مستاجر پرداخت شود، هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی، هزینه‌های حقوقی و حسابداری مربوط به ملک اجاره‌ای، هزینه‌های تبلیغات و بازاریابی، هزینه‌های حقوقی و حسابداری مربوط به ملک اجاره‌ای، کمک هزینه سرمایه. کمک هزینه سرمایه یک کسر مالیات است که به شما امکان می‌دهد هزینه دارایی‌های استهلاک پذیر را در یک دوره زمانی بازیابی کنید. در مورد املاک اجاره‌ای، این شامل هزینه ساختمان و هر گونه بازسازی یا بهبود عمده در ملک می‌شود. نرخ کک برای املاک اجاره‌ای 4% در سال برای ساختمان‌ها و 50% برای بازسازی و بهبود واجد شرایط است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که ادعای کک می‌تواند پایه هزینه تعدیل شده ملک شما را کاهش دهد، که می‌تواند بر بدهی مالیاتی شما در هنگام فروش ملک تأثیر بگذارد. در پایان، درک کسر مالیات در دسترس شما به عنوان مالک ملک غیر مقیم در کانادا میتواند به شما کمک کند تا پس‌انداز مالیاتی خود را به حداکثر برسانید و مسئولیت خود را طبق بخش 216 به حداقل برسانید. با نگهداری سوابق دقیق و همکاری با یک متخصص مالیاتی آگاه، می توانید اطمینان حاصل کنید که از تمام کسرهای موجود استفاده می کنید و بار مالیاتی خود را به حداقل می رسانید. پرداخت‌های مالیاتی.
هنگامی که اظهارنامه مالیاتی بخش 216 را ارسال می‌کنید، باید مالیاتی را که به آژانس درآمد کانادا (CRA) بدهکاری به دلار کانادا بپردازید. می توانید پرداخت خود را به چند روش مختلف انجام دهید. پرداخت الکترونیکی: می توانید صورت حساب مالیاتی خود را به صورت آنلاین از طریق وبسایت بانک خود یا با استفاده از سرویس پرداخت من در CRA پرداخت کنید. این گزینه سریع، راحت و امن است. حواله سیمی: اگر خارج از کانادا هستید، می توانید به حساب بانکی CRA حواله کنید. با این حال، این گزینه ممکن است به دلیل کارمزد بانکی و نرخ ارز پرهزینه باشد. چک یا حواله: همچنین می توانید چک یا حواله را به CRA پست کنید. حتما شماره بیمه اجتماعی خود، سن و سال مالیاتی را که می پردازید در پرداخت درج کنید. توجه به این نکته مهم است که اگر مالیات بخش 216 خود را به موقع پرداخت نکنید، ممکن است مشمول جریمه و هزینه بهره شوید. کار جریمه تأخیر در تشکیل پرونده به میزان 5% از موجودی شما را به دلیل به علاوه 1% اضافی برای هر ماه تأخیر در بازگشت شما، حداکثر تا 12 ماه. همچنین از روزی که پرداخت شما سررسید شده است، از هر مالیات پرداخت نشده، از جمله جریمه‌ها، بهره دریافت می شود. برای جلوگیری از این جریمه‌ها و هزینه‌های بهره، حتما مالیات بخش 216 خود را به موقع پرداخت کنید. اگر در پرداخت صورت حساب مالیاتی خود مشکل دارید، ممکن است بتوانید یک طرح پرداخت با CRA تنظیم کنید. این می تواند به شما کمک کند تا زمانی که برای پرداخت بدهی مالیاتی خود کار می کنید، از جریمه‌ها و هزینه‌های بهره جلوگیری کنید. این می تواند به شما کمک کند تا زمانی که برای پرداخت بدهی مالیاتی خود کار می کنید، از جریمه‌ها و هزینه‌های بهره جلوگیری کنید. به عنوان یک فرد غیر مقیم، می توانید با ارائه اظهارنامه مالیاتی کانادا، بازپرداخت مالیات را درخواست کنید. در اینجا چیزی است که شما باید بدانید. می توانید پس از کسر و اعتبار برای مالیاتی که بر درآمد اجاره خود پرداخت کرده اید، درخواست بازپرداخت کنید. می توانید پس از کسر و اعتبار برای مالیاتی که بر آیدی سرمایه خود از فروش ملک کانادا پرداخت کرده اید، مطالبه بازپرداخت کنید. می توانید برای مالیاتی که بر درآمد شغلی خود پرداخت کرده اید، درخواست بازپرداخت کنید. اگر شما واجد شرایط معافیت معاهده مالیاتی هستید یا اگر مالیات زیادی کسر شده بودید. اگر اظهارنامه مالیاتی کاغذی ارسال می کنید، مطمئن شوید که برای درخواست بازپرداخت مالیات، شما باید اظهارنامه مالیاتی کانادا را تا 30 آوریل سال بعد ارائه دهید. شما می توانید اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت آنلاین با استفاده از سرویس حساب من آژانس درآمد کانادا (CRA) یا به صورت کاغذی ارسال کنید. شامل تمام مدارک لازم، مانند برگه 4 برای درآمد شغلی، فرم 776 برای درآمد اجاره و فرم 2091 شما برای آیدی سرمایه از فروش ملک کانادایی. هنگامی که اظهارنامه مالیاتی شما پردازش شد، CRA بازپرداخت مالیات شما را در صورت واجد شرایط بودن صادر می‌کند. اگر برای واریز مستقیم ثبت نام کرده باشید، بازپرداخت به آدرسی که در اظهارنامه مالیاتی خود ارائه کرده اید ارسال می شود یا مستقیما به حساب بانکی شما واریز می شود. به خاطر داشته باشید که CRA ممکن است حداکثر 16 هفته طول بکشد تا اظهارنامه مالیاتی شما را پردازش کند و بازپرداخت شما را صادر کند. اگر در مورد بازپرداخت مالیات خود سوال یا نگرانی دارید، مستقیما با CRA تماس بگیرید. همچنین برای استعلامات مالیاتی غیر مقیم بخش 216 خود با ما تماس بگیرید. برای هر سوالی از وبسایت ما دیدن کنید یا با ما تماس بگیرید.